سلام آقای نعمتیان، خوبین شما؟ زهره هستم، خواهر بزرگتر زیبا. بله ممنون، خوبم. هوشنگ هم خوبه، سعید هم خوبه. میگه مامان هنوز صدای آقای نعمتیان تو گوشمه. بله زیبا هم خوبه. زیبا داره رد میشه از این. زیبا جان اگه گفتی من دارم با کی حرف میزنم، و من کجا بدونم تو داری با کی حرف میزنی زهره؟ من دارم با آقای نعمتیان صحبت میکنم. کاری پیش اومده آقای نعمتیان این وقت صبح زنگ زدن؟ نه زیبا جان، من زنگ زدم برای شب دعوتشون کنم. تو که دیروز زنگ زدی دعوت کردی آقای نعمتیان رو. به هر حال آقای نعمتیان مهمان ویژه ما هستن. گفتم که دوباره زنگ بزنم. آقای نعمتیان یک سر دارن 1000 تا سودا. زیبا جان تشریف بیارین. بله خواهش ببخشید آخه امره مهم بود، نمیشد زنگ نزنم. بعدم برات میگم حالا خیلی مهم بود. میگم بذارید نگاه کنم. نه آقای نعمتیان نه من سکوت نکردم. بله شب منتظرتون هستیم. با خانواده محترم تشریف بیارین. زیبا جان شما با آقای نعمتیان کاری نداری؟ نه من چیکار دارم، از اولش هم کاری نداشتم. فقط بپرس کجا. زیبا جان میگن شما کجا هستین؟ آها زیبا جان میگن تو بخش دارن دنبال گل میگردن، شب بیارن خدمتمون. بله امری ندارین. سلام برسونین. چشم خداحافظ. من اینجوری حرف میزنم؟ نه من اینجوری حرف میزنم. خب همش تقصیر خودت دیگه. من گفتم زنگ بزن زنگ نزدی، آخرش من این کارو کردم. چیکار کنم خب؟ آقای نعمتیان باز چه خبر شده؟ چه میدونم. زیبا جان آقای نعمتیان، زیبا جان میگم خیلی کار خوبی کردی یا زنگ زدی با آقای نعمتیان. نه بابا چه کار خوبی کردم، خیلی بچه‌ها بد نشد زیبا. نه بد نشد آقای نعمتیان به باجه 143 در با